بفرمایید. دیگه چه خبر؟ عمو ما 2 روز غذا نخوردیم، میشه برای ما هم یه تخم مرغ سفارش بدین؟ عمو به خدا ما گدا نیستی، فقط گم شدیم. خودمون کم بدبختی داریم ناصر، این گدا گشنه ها اومدن دورمون. عزیزم تو سیر شدی؟ بیا بخور بیا بخور. گدا گشنه. بگیر برو بابا. گوشم از این حرفا پره. گمشین گدا گشنه ها. اینا گشنه‌ان یا شما تازه به دوران رسیده ها؟ به تو چه بابا؟ میگه بچه‌های تو هن. بچه‌های من نیستن ولی انسان که هستن. حداقل کمکشون نمی‌کنین دیگه مسخرهشون نکنید. گدا گشنه شما این که آب از مشتتون نمیچکه. آی باریستا 2 تا غذا برای بچه‌ها میاری؟ نیستمتون نعمتون بیشترتون، تنهام تیم جمع جور براش اساش رفیق تره کور. به دل نگیرین میگیرینم بگیرین، ازتون کم کشیدیم اما نه با هر کی هم نشینیم.